با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس دادن استیپندیاهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی در ناحیه واسه سنه 22 نوامبر در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 آزمون برای معین نمودن استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در آزمون مذکور زیاده از 200 نفر خوانندگان از مؤسسه‌های تعلیمی نوعیه شرکت ورزیده شدند که طبق آزمون امروز اول از 3 دور یکم دیکتن، دور دوم سوال‌های تستی و دور سوم سوال‌های شفاهی برگزار می‌گردد که در آزمون باید 76 نفر گذرد. قید کردن مورد ذکر است که آزمون مذکور میان 200 نفر داوطلب دایر گردیده از روی موادهای تستی برای داوطلبان آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از فنهای زبان و ادبیات تاجیک، زبان انگلیسی، زبان روسی، گئوگرافیا، اساسهای دولت و حقوق، تاریخ، فیزیکا، شیمیا، بیولوژیا و متماتیکا داوطلبان با هم رقابت کردند. من سال اول میباشد که در آزمون گیرنده استیپندیای پرزیدنتی اشتراک می‌ورزم. این چنین من اشتراکچی آزمون‌های فنی از زبان انگلیسی میباشم. ما از صمیم قلب مینداری خود را به پرزیدنت جوانپرورمون میرسانیم که ما جوانان را در روحیه وطندوستی و وطنپروری تربیت میکنند و اینچنین برای ما بهترین شرایط‌ها برای تحصیل فراهم آورده‌اند. رفتی آزمون رو هیئت کمیسیا و نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش در ناحیه واسه و همچنین نمایندگان از منطقه کلوب و والدان داوطلبان مشاهده نمودند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.